برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان عزیز، شکر پروردگار که باز به دیدار هم رسیدیم. امیدوارم همگی تن صحت و سلامت هستید. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. تماشابینان عزیز، در برنامه امروزه میخواهم یک به حال و احوال شما هموطنان در این ایام سردی اهمیت دهیم. بنا به خبرها از رسانه‌ها به تاجیکستان سردی های سیبری آمده است. حالا در بدخشان خنکی تا 37 درجه در نظر است. لیمیت برق باشد سرتاسر کشور رسما جاری شد. جای کار نیست. بیکاری حکم فرما. شما در چه حالید؟ زمانی که به منطقه طبق تعبیر هواشناسان سردی های سیبر فرود آمده است، در تاجیکستان لیمیت شدید برق شروع شد. امکان دارد فاجعه زمستان سالهای 2008 و 2009 تکرار شود. هرچند سردی ها مثل آن زمان نیست، چند عامل وجود دارد که کارشناسان و خودی مردم را به تشویش انداخته است. طبق پیشبینی هواشناسان در ناحیه‌های کوهی تاجیکستان این هفته حرارت تا 37 درجه پایین می رود. تا 37 درجه. روزهای 8 و 9 ینور شبانه در بیشترین ناحیه‌های کوهی جمهوری تا 10-15 درجه خنک باقی ماندن حرارت هوا پیشگویی می شود. 2 ماه باقی مانده زمستان معلوم نیست چی سورپریزهای پیش می آرند. لیمیت برق بغیر از شهر دوشنبه پایتخت کشور در تمام شهر نواحی کشور جاری شده است. نه تنها مردم در سردی ها بی برق ماندند، بلکه کارخانه ها در زمان بحران شدید اقتصادی می توانند درهای خود را ببندند. با فرق از مردم که برگشتن برق خانه هایشان روشن می شود و زندگیشان به شکل معمولی برمیگردد، از کار ماندن کارخانه ها می تواند خسارات جبران ناپذیر آورد. بارزترین مثالش هم کارناشایم شدن دیگ های کارخانه آلومینی تلکا در سال 2013 است که قدرت استحصالی آن را چند برابر کمتر کرد. طبق اطلاع اگنتی آمار نزد ریاست جمهوری، طی 11 ماه سال 2020 در تاجیکستان 2260 کارخانه صنعتی فعالیت داشتند. حالا باشد بی‌برقی به بیشتر این کارخانه ها تهدید می کند و امکان دارد کارگرانشان را به تعطیلی بدون مزد فرستند. یعنی کارخانه را ببندند و کارگران را به خانه هایشان گسیل کنند. جای کار تمام نیست. این هم در حالی که تولید جای کار در تاجیکستان تقریبا وجود ندارد و حداقل 500,000 مهاجر کاری که امسال نتوانستند به روسیه روند به صف بیکارانی در وطن بوده پیوستند. اگنتی آمار ادعا میکند که در قیاس به سال 2019 شمار کارخانه ها 96 عدد بیشتر شده است. اما شمار جایهای کاری ایجاد شده میگویند که این 96 کارخانه نو چندان کارخانه هم نیستند. اگر به جایهای کاری اهمیتی حالا بدتر گفته میگذارم. این کارخانه گفته هم نمی شود. از 2260 کارخانه در ساحه های استخراج 266 در امسال، سال 2019 252 عدد. کارکرد امسال 1837، این در حالی که سال 2019 2744. تامین برق، گاز، بوخ و تازه‌کنی هوا 76 و تامین آب و کارکرد پرتاب ها 81 کارخانه فعالیت داشتند. بنا به معلومات رسمی از تعداد عمومی 687 34.4% کارخانه به ولایت سوخت،
618 کارخانه یعنی 27.3% به ولایت ختلان، 475 کارخانه یعنی 21% به شهر دوشنبه، 426 کارخانه 18.9% به ناحیه های تابع جمهوری و 54 کارخانه به 2.4% به ولایت مختار کوهستانی بدخشان راست می آید. طبق معلومات داده منبع یعنی اگنتی، طی ماه‌های ینور تا نوامبر سال گذشته 2020 به شمول صاحبکاران خصوصی به مبلغ 27 میلیارد و 620 میلیون و 500 هزار سامانی محصولات تولید کردند که در قیاس با همین دوره سال 2019 10% از روی نرخ‌های قیاسی زیاد است. این رقم از نشانداد کل سال گذشته که 27 میلیارد و 586 میلیون و 600 هزار سامانی را تشکیل میداد بیشتر است. ولی این افزایش پولی میتواند به پایان روی قرب پول ملی و افزایش نرخ‌ها بستگی داشته باشد. اما اگنتی آمار دعوا دارد که عامل اصلی رشد حجم عمومی استحصال صنعتی افزودن تولید صنعت کارکرد به 17.4%، برق و گاز، بوق و تازه‌کنی هوا به 0.7% است. بنا به معلومات‌های اگنتی آمار، قسمت بیشتر تولیدات صنعتی 62.2% به صنعت کارکرد، 23.6% به تامین برق، گاز، بوق و تازه‌کنی هوا، 13.6% به صنعت استخراج و 0.6% به تامین آب و کارکرد پرتاب‌ها و به دست آوردن اشیاء خام دوم درجه راست می آید. آمار دیگر میگوید سال گذشته در تاجیکستان تقریباً 120 کارخانه‌های خرد و کارگاه‌های صنعتی به استفاده داده شدند. این کارخانه‌ها دقت دهید، این کارخانه‌ها اساساً به استحصال مواد شستشوی و آنتیسپتیک اختصاص یافته‌اند. اینچنین کارخانه‌ها و کارگاه‌های نو نقاب‌های طبی، حسیب، مصالح ساختمانی، محصولات خوراکواری و غیره استحصال کرده‌اند. به همین خیلی چیزها مشغول هستند. کارخانه‌هایی که همین سال به کار در آمدند. آنتیسپتیک، نقاب طبی استحصال میکنند. یعنی به همین بیماری کرونا ویروس نگرانده شدند. قسمی از این کارخانه‌ها یعنی به یک سال یا موسم معین متعلقند. همین که از بین رفت اینها بانکرات میشوند. که از اینها نقاب میخرد. پس 24 کارخانه فعالیت خود را در این مدت قطع کردند. گفته می شود در این 120 کارخانه ها همگی بیش از 1300 نفر کار میکنند. همین 120 کارخانه که امسال به کار در آورده شده است همگی 1300 نفر را به کار تامین کرده است. یعنی در هر کدام این کارخانه 10-11 نفری کارگر کار میکند. معلوم نیست با کدام نشان دهنده اگنتی این کارخانه ها را کارخانه می نامد. 10-11 نفر چی میبرند؟ نقاب پوشک، نقاب طبی، آنتیسپتیک، حسیب. خلاصه در تاجیکستان سال گذشته از حساب به استفاده دادن کارخانه و کارگاه های نو 1300 نفر به کار تامین کرده شدند. 1300 نفر. در همین حال مثل همیشه معلومات داده های مقامات اجراییه از آمار اگنتی فرق میکند و فرق هم کوچک نبوده 20-30 برابر است. برای مثال رستم امام علی پسر رئیس جمهور و شهردار پایتخت در نشست شورای شهر دوشنبه ادعا کرد که با افتتاح مرکزهای صنعتی جدید
24,000 جای کاری برای ساکنان پایتخت تاجیکستان ایجاد شد در سال 2020. تنها برای ساکنان پایتخت و قریب 20 برابر بیشتر از آماری که اگنتی آمار نزد ریاست جمهوری برای تمام کشور میگوید. اگنتی آمار میگوید در تمام کشور 1300 کس به جای کار تامین شده اند. رستم جان میگویند 24,000. رستم امامعلی همچنین ادعا کرد که در سال جدید، در سال نو حالا 2021 برای ساکنان پایتخت تاجیکستان بیش از 23,000 دیگر جای کاری ایجاد خواهد شد. پسر رئیس جمهور گفته است تا فرا رسیدن 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2021 برای بهره برداری بیش از 4,000 مرکز تولیدی، خدماتی، گردشگری، آموزشی و اجتماعی برنامه‌ریزی شده است که زمینه ایجاد اشتغال یعنی جای کاری برای ساکنان شهر دوشنبه را فراهم می‌کند. به نظر می رسد ایجاد جای کار در پایتخت که رستم امامعلی از آن لاف میزند مثل منطقه های دیگری کشور است که در سفرهای پدرش ایجاد می شوند. میدانیم چه خیل رئیس جمهور ضمن سفرش به منطقه های تاجیکستان جای کار می آفرد. در هر سفرش به هر ناحیه امامعلی رحمان چند کارخانه را به استفاده می دهد با قیچی سحرناک. اما برابر کنده شدن قدمش از آن مکان آن کارخانه از فعالیت میماند و دستگاه های نصب شده که در اکثر حالت ماشین های دوزندگی هستند به کارخانه نو دیگر انتقال داده می شوند تا رئیس جمهور لینته‌اش را در آنجا نیز ببرد. قیچی سحرناک خفه نشود. امکان دارد همان 1300 جای کاری ایجاد شده که اگنتی آمار از آن خبر می دهد فیک باشد، دروغ باشد. زیرا تا این زمان حالتهای زیادی اضافه نویسی از جانب این اگنتی هم رسانه‌ای شده است. بیشتر وقت این اگنتی آمار را از مقامات محلی میگیرد. یادتان هست نمونه اضافه نویسی را در جمع آوری حاصل پخته قبلا به شما گفته بودیم. یادتان هست کسی که اصلا پخته نکاریده است به نامش پخته نوشته بودند. 1 تن پخته سپارید، 2 تن پخته سپارید. با انداز خبر دادند. بعد انداز آمده است، کارمندان انداز آمدن به خانه دیقان. تو فلان تن پخته کردی، فلان تن پخته سپردی، انداز را سپار. این آدم در عمرش پخته را ندیده است. همان سال. ببینید چه خیلی. شاید این 1300 جای کاری هم مثل همین باشد. ولی حتی اگر به آمار اگنتی باور کنیم 1300 جای نوی کاری در قیاس با این نشان دهنده ها وضع واقعی رشد اقتصادی تاجیکستان و غمخواری رئیس جمهور پیشوای ملت را به نمایش میگذارند. یکم امسال بنابر بسته شدن راه‌ها بر اثر پاندمی کرونا ویروس حداقل 500,000 نفر مهاجر به روسیه رفتن نتوانستند و میبایست برایشان در کشور جای کار ایجاد میشد. دوم، اهالی تاجیکستان سالانه حدود 200,000 نفر افزایش می‌یابد. یعنی امسال با 500,000 نفر مهاجری بیکار مانده 200,000 نفر دیگر جوانانی به بلاغت رسیده پیوستند. سوم، تاجیکستان برای دستگیری اقتصاد و ایجاد جای کار امسال از کشورهای دانار و انستیتوت‌های مالیوی صدها میلیون دلار کمک دریافت کرد. در نتیجه با دریافت چند صد میلیون دلار مقامات تاجیکستان برای حدود 700,000 نفر افراد تازه بیکار مانده به در نظر داشته شمار بیکاران تا آغاز بحران 1300 جای کار ایجاد کردند. یعنی
از هر 540 نفر یک نفر صاحب جای کار شده است. از هر 540 نفر یک نفر صاحب جای کار شده است. 539 نفر در هر یک 540 نفر بیکار. انا حکومت و نه حکومت. حالا حکومت تاجیکستان گفته در وقت گپ زدن همینا شرم نکردنشان به من حیرانم. من پیشوای ملت گفته گپ زدن به حیرانم. شرم نه، حیا نه. در یک سال 1300 جای کاری می آفری، 500,000 آدم مینیموم، حد اقل از 500 تا 700,000 آدم بیکار. جای کار که نیست، از کجا نانی خوردن می آبد؟ به چی امید میبرید که این 500 تا 700,000 آدم از کجا پول مییابد و از کجا نان مییابد و فرزندانش را تامین میکند؟ در همین حالت آیا همین من پیشوا گفتن عیب نیست؟ مخصوص پیشوا قانون برآوردن ها عیب نیست؟ یک رهبر کشوری که ملت 9 میلیون نفریش را نمیتواند به برق در سردی زمستان تامین کند، پیشوا کجا؟ آیا حق معنوی رهبر کشور بودن و ماندنش هست؟ یگان کس تظاهرات کجا؟ انقلاب کجا؟ نارضایت کجا؟ مردم دم نزده، صدا بلند نکرده. اگر این شخص وجدان می داشت از شرم به کجا کلش را خم کردن رو نمیدونست، به کجا پنهان شدن رو نمیدونست، خودش استعفا میداد. کمترین وجدان را می داشت، کمترین وجدان را می داشت. نه، با این شخصی که نمیتواند در سردی زمستان اهالی کشور را به برق تامین کند. حالا برق فقط آبی نیست، برق الटरनेटिव خود دارد. چندین کشورهای جهان هستند که برق آبی را نمیدانند چی است. مردمشان به برق تامین است. چرا الटरनेटिव ها را جستجو نمیکنیم؟ نمیماند جستجو کردن. حق نمیدهد به مردم. با این پیشوا حالا با شروع شدن لیمیت برق امکان دارد بیشتری کارخانه های کشور فعالیت خود را قطع کنند و کارمندانشان را به رخصتی بیمزد فرستند. این باعث می شود ده ها هزار نفر دیگر به صف این ارتش 700,000 نفری بیکار بپیوندند. بیشتری آنهایی که امسال نتوانستند به روسیه روند تا حال تمام ذخیره های پولی و خوراکی خود را مصرف کردند و اکثرشان چیزی برای خوردن ندارند. با قطع شدن برق در خانه هایشان آنها باید برای گرم کردن خانه هایشان هیزم و انگشت خریداری کنند. این سردی سیبیری که به تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی آمده است تقاضا میکند انسان خوراک گرم و سرغذا بخورد تا تواند سلامتیش را حفظ کند. کرونا ویروس گریبانگیری هر یک نفر کشور است. یکی از طلبات ها این است که نباید انسان خنک خورد تا به اینکه به ویروس کرونا گرفتار نشود. طبیبان همین خیلی میگویند. صدها هزار خانواده که تا امروز مشکلی پیدا کردن پول برای خوراکواری را داشتند، حالا
مجبور هستند که برای هضم و انگشت پول دریافت کنند. برای هضم و انگشت پول باید دریافت کنند. زمستان سالهای 2008 و 2009 که مردم از سردی گروه خنک خورده میمرد، با چند سبب به این اندازه فاجعه بار نبود. سختی و مشکلی سالهای 2008 2009 مثل امروزه سخت نبود. آن زمان مردم به بیبرقی عادت کرده بود و غم زمستانش را در تابستان میخورد و حتی خانه های بلند آشیانه بخاری داشتند، پچکه از تریزه ها میبرآوردند. خانه های بلند آشیانه، 8 آشیانه 9 آشیانه از تریزه دود میبرآورد. همین دود شهر را بینید، ابر از دود. در شهرها همه جا بوی تپک، بوی دود تپک. تپک ارزان، به انگشت پول نیست. مردم به بیناهای بلند آشیانه هیزم و تپک میبرآورد. حالا باز این پیشوا به 10 سال عقب مردم را آورده ایستاده است. به 10 سال عقب. حالا برای چی این خیلی می شود؟ بیشتری مردم به امید آن که طبق وعده پیشوایشان لیمیت برق افزانه شده است، به زمستان آمادگی آن سالها را ندارد. وضع اقتصادی مردم در آن سالها به این حد خراب نبود و امکان بیشتری خریداری هیزم و انگشت و به خصوص مواد اولیه خوراکواری را حتی در زمستان داشت. حالا حتی برای خوراکواری پول ندارد، چی رسد به انگشت هیزم؟ تماشابینان گرامی، با در نظر داشت طلبات بیشتر به انگشت هیزم، بنابر بیبرقی فروشنده ها نیز آن زمان هیزم و انگشت را بیشتر ذخیره می کردند. می دانستند که خریدار دارد، تا آخر زمستان هیچ فروخته تمام میکنند. حالا امکان دارد ذخیره سوزشواری کفایت نکند و حتی آنهایی که امکان خریداری دارند هیزم و انگشت را پیدا نکنند یا قیمت آن به مراتب بالا رود. اینها در بیزنس بسیار دانا شدگی هستند. حالا کی میداند برق را فروخته ایستاده‌اند، از آنجا پول می آید. انگشت را می فروشند، از اینجا پول می شود. باید از همه جانب پول وارد شود، از همه جانب پول درآمد شود. نه، برق را به مردم می دهند، از این کمی ندار می شود. کیسهشان پر می شود؟ نه. هم برق را به خارج می فروشند، شاید از اونجا پول می باید. هم انگشت های جمع شده 2 میلیون تن انگشت کندگی هستند اینها. آن را به کی می فروشند؟ باید فروشند. تا اولی بهار می فروشند، بعد باید باز برق را سر می دهند. این ورسی هم وجود دارد. یعنی گر سوزد و دیگ جوشد. تماشابینان گرامی، همگان میدانیم که حالا 1 ماه زمستان گذشت، 1 ماه و 2 ماه دیگری آن که به مراتب سردتر هستند در پیش ما ایستاده‌اند. در این 2 ماه چی مصیبت به سر ما، به سر صدها هزار خانواده در تاجیکستان می آید، تصور کردنش دهشت آور است. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید.
در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت، برنامه های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه های رادیویی پیام گذاشته می شوند. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان تاجیکی، روسی و ازبکی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می شود. چندین برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می شوند که امیدواریم پسند شما می گردد. ضمیمه رادیوی پیام هم برای تلفن های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. تماشابینان عزیز، روزهایی به شمار مانده است که پیام تیوی به ماهواره می براید. بعدی به ماهواره برآمدن برنامه های پیام، شما می توانید در خانه همه برنامه های ما را توسط تلویزیون تماشا کنید. با ما باشید. امید دیدار در روز دیگر. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.